أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتابچه علمی صرف و از این کتاب 22 باب صرفی ما و شما 20 باب صرفی را گرفتیم، یا می توانیم بگوییم 20 درس ما و شما از این کتاب گرفتیم و حالا باشد درس 21 یا باب 21 از 22 باب صرفی را بیان خواهیم کرد که در صحیفه 15 صاحب کتاب عنوان گذاری میکند که الباب الواحد والعشرون، یعنی باب 21 از 22 باب صرفی. چطوره که شما میبینید اینجا بنده نوشته کردم که الباب الواحد والعشرون، یعنی باب 21 از 22 باب صرفی. پس 22 باب صرفی همون تقسیماتی که پیشتر ذکر میکردیم که 22 باب با 4 قسم تقسیم میشود: 6 باب ثلاثی مجرد، 12 باب ثلاثی مزید و 1 باب رباعی مجرد و 3 باب رباعی مزید، که 3 باب رباعی مزید درس گذشته بیان کردیم که به 2 قسم تقسیم می شود. 1 باب این 1 حرف زیادتی دارد و 2 باب این 2 حرف زیادتی دارد. 2 باب این 2 حرف زیادتی دارد. پس ما و شما اون بابی که 1 حرف زیادتی دارد درس گذشته گرفتیمش، باب 1 رباعی مجردش میگفتن یا باب 20. و حالا ما و شما از این 2 باب 1 را میگیریم که از این 3 دوم باب و از این 2 باب 1 که اون 2 حرف زیادتی دارد. چطوره که اینجا شما میبینید در ترازوی ما 2 حرف زیادتی است. پس با دقت باشید که اینجا در این کلمه 2 حرف زیادتی است. خب میگذاریم با کتاب که صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که الباب الواحد والعشرون، باب 21 از 22 باب صرفی و باب 2 از باب ثلاثی مزید که 2 حرف زیادتی دارد. خب وزنه، انا که میگن ترازوی این باب ترازوش افعن للا یفعن لیلو افعن لالن. دقت بدید، افعن للا یفعن لیلو افعن لالن. این ترازوی باب 21 است. اکنون هموزن این ترازوی ما موزونه، هموزنش احرنجم یحرنجم احرنجامن. احرنجم را ترجمهش جمع شد. احرنجم ترجمهش چی است؟ جمع شد. پس ما گفتیم در اینجا 2 حرف زیادتی است. پس اون 2 حرف کدام است؟ از ترازو ما زودتر معین کرده میتونیم که یکمش چی است؟ این حرف الف است. 1 حرف زیادتی با 1 حرف زیادتی دارد، اون چی است؟ ف اصل کلمه است، عین اصل کلمه است. معلوم شد که نون از حرفای زیادتی است، از حرفای سألتمونی ها که گفتیم 10 حرفی که از اون زیادتی میاد. پس این نون همون از سألتمونی ها است. پس ببینید افعن للا، الف یعنی حمزه با نون حرفای چه بودن؟ حرفای زایده. 2 حرفی زیادتی بوده در ترازو. در موزون در کلمه هم همین گپ است. 1 نون، 2 چیه؟ 2 حرف نون. 2 حرفی زیادتی در این کلمه وجود دارد. پس اصل این کلمه چی است؟ وقتی که این 2 حرفش زیادتی که باشد، اصل این کلمه به این طریقه است. ببینید الف هم میگیره میپرتویم، نون هم میپرتویم، پس این 4 حرف میمونه میشود حرجم. دقت بدید، حرجم. حرجم را معنیش چی است؟
هرجمه جمع کرد. هرجمه از باب چند است؟ باب 19. باب رباعی مجرد، باب دحرجه. هرجمه یا که یحرجمو فعل مضارعش. پس این اصل باب چی بوده است؟ باب 19. باب 19 را باب 21 برای چی آوردیم؟ صاحب کتاب بیانش میکند، حالا خواهیم این را خواند. پیش از اونه که برای چی این باب 19 را باب 21 آوردیم، اولا علامت این باب رو بخوریم که نشانش چی است. ما از کجا بدانیم که این باب 21 است یا باب دوم از رباعی مزید است؟ میگوید که و علامته، نشانه این باب میگه همین است. نشانهش که ان یکون ماضیه علی 6 احرف. میگه ماضیش اهمیت بده، میگه 6 تا حرف دارد. دقت بتین 1 2 3 4 5 6 تا ماضیش 6 تا حرف دارد. در فعل ماضی 6 تا حرف است. در ترازو 6 تا، موضوع ببینید 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا حرف دارد در فعل ماضی. خب این 6 حرف چی طور میآید؟ بیان میکند. میگوید که بزیادت الهمزه فی اوله. این اصلش است. در اولش میگه یک همزه را زیادی کردیم ما. ببینید یک همزه زیادی کردیم. یکم کاری کردمون و نون بین العین و اللام الاولى. بین عین لام اولا یعنی لام یکم، زیرا که ما گفتیم رباعی دو لام دارد، لام اولا و لام ثانی. لام اولا لام یکم، لام ثانی لام دوم. پس لام اولا این هست، عین اینجا. بین عین و لام اولا یک نون ما همراه کردیم. ببینید نون همراه کردیم. لام، این لام عین کلمه است، این حرف جیم لام اولای کلمه هست، در مقابل لام اولای کلمه است. پس در بین عین کلمه و لام اولا حرف نون ما زیادی کردیم. یعنی در بین ر و جیم حرف نون چکار کردیم؟ زیادی کردیم. پس این دو حرفی چی داشته است؟ زیادی. وقتی ما کلمه را به همین طریق دیدیم میشناسیم که از باب 21 است. دیگه یگان مشکلی نمیشه. اکنون شناس کرد قطعی ما باب 21 را. بعدش چی میگوید؟ میگوید و بناؤه. انا دقت بده که میگه ساخت این باب برای چی است؟ این باب رو عرب برای چی ساختن؟ این مسئله بسیار مسئله مهم است. میگه که بناؤه یعنی ساخت این کلمه للمطاوعه ایضا، برای مطاوعه هست. مطاوعه را ما شما چند بار گرفتیم؟ مطاوعه قبول اثر شیء. مطاوعه را ما در باب 10 گرفتیم 1، در باب 11 گرفتیم 2، در باب 14 گرفتیم 3، در باب 20 گرفتیم 4 و در باب 21 میگیریم 5. باب 21 هم برای مطاوعه بوده است. پس از 22 باب صرفی 5 بابش برای مطاوعه هست. دقت بدید 5 بابش برای مطاوعه هست. اما اکنون از کدام باب مطاوعه میکنه در کتاب‌های بعدی میخونیم، زیرا که هر یک باب برای مطاوعه کردن باب‌های معین است. هر کار کردن نمیتواند، باب‌های معین مطاوعه میکند. پس این را در کتاب‌های بعدی ان شاء الله خواهیم خواند. فقط همین قدر بدونید که 5 باب از 22 باب میخوندگی ما برای مطاوعه هست که حالا ما و شما در باب 21 قرار داریم. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ برای مطاوعه است همچنین نحو. اکنون مثالش رو میارد. مثال رو بسیار دقت بدید. مثلا میگه که هر جمتو الابل. هرجمت الابل. اکنون دقت بدید. این فعل چی است؟ فعل متعدی است. هرجمه فعل متعدی است، جمع کرد. هرجمت الابل، جمع کردم شترها را. اکنون ما میخوایم مطاوعهش کنیم. فاعل را مفعول به را در جای فاعل بیاریم. یعنی بگیم که شترها چون جمع شدن چی میگیم؟ بگیم فحرن جمع. دقت بدید. فحرن جمع الابل یا فحرن جمعت الابل، زیرا که شترها جمع هستند، جمع معنی است ت برای ما در کار است. فحرن جمعت الابل. پس ما میتونیم بگیم فحرن جمعت
الابلو، یعنی که جمع شدند شترها. دقت بتید میگوید که حرجمتو، حرجمتو فعل چیه؟ متعدی است، زیرا که این مفعول بهیش است. این مفعول بهی حرجمه است. دقت بتید مفعول بهی است، یعنی جمع کردم من شترها را. کی جمع کرده است؟ من جمع کردم. پس مفعول بهی فعل حرجمه متعدی بوده است. اگه ما گفتیم متوعه که میکنیم لازم میشود، مفعول بهی از بین میرود، مفعول بهی در جای فاعل میآید. پس میگیم احرنجمت الابل. دقت بتید این همین مفعول بهی بود که وقتی ما متوعه کردیم بابی 19 را بابی 21 آوردیم، باب رباعی مجرده، دویم باب رباعی مزید که بردیم شد برای متوعه که جمع شد شترها. یادتون هست که به همین طریق مثال ما در باب چی خواندگی بودیم؟ در باب 11 گفتیم جمعت الابل فاجتمعت الابل. همون ترجمهش همون است، فقط کلمه فرق کرد، ترجمه همون است. ما گفتیم که جمع کردم شترها را پس جمع شد شترها، جمع کردم شترها را پس جمع شد شترها. همون بابی 11 را ترجمه شد. چطور که باب 11 برای متوعه بود، باب 21 هم برای چی بوده است؟ برای متوعه بوده است. پس این از مثال ما فهمیدیم که برای چی است؟ برای متوعه. همچنین گفت بناش ساختش برای متوعه است. برای متوعه که باشد دیگر معلوم شد که فعلی لازم است. پس باب 21 همه فعلش فعل چی است؟ لازم است. وقتی متوعه که بگیم یعنی لازم، فعل لازم، مفعول به ندارد. این فعل مفعول به را قبول نمی کند. چرا؟ زیرا که این برای متوعه هست و فعل لازم است. اما باب اصلش در برگردیم زیادتش بگیریم پرتویم، اصلش در برگردیم مفعول به را قبول میگه، متعدی است، فعلی متعدی است که ما لازمش کردیم. خب و در اینجا این مثال ده که چرا الف نخوندیم در گذشته گفته بودیم که این الف همزه وصل است. در اول کلمه احرنجمه میخونیم، در بین کلمه که بیاد خوانده نمیشود. این الف نمیخونیم، فحرنجمه میگیم، همزه وصل است، در بین خوانده نمیشود. در این باره در گذشته صحبت داشتیم. اکنون اعرابش حرجمت الابل. حرجم فعل ماضی مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل یا بضمير الفاعل، و تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الابل مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. پس این تحلیل همین کلمه. فهرنجمت الابل، فهرنجم، احرنجم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. تي حرف التاء الساكنه حرف علامت تانیث لا محل له من الاعراب. الابل فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. پس این تحلیل این کلمه هست. پس با همین درس امروزه ما و شما درس 21 با آخر رسید و درس 21 باب دومی رباع مزید با آخر رسید. اکنون بیایید یک جا اشتقاق های 12 گانه را میگیریم که اشتقاق های 12 گانه به چی طریق می آید از باب 21. پس فعل ماضی باب 21 چی است؟ احرنجم. احرنجم، احرنجم معناش جمع شد. احرنجم، احرنجم معناش جمع شد. پس 14 صیغه معلومش بگویید. احرنجم، احرنجم، احرنجمو، احرنجمت، احرنجمتا، احرنجمنا، احرنجمت، احرنجمتم، احرنجمتم، احرنجمت، احرنجمتم، احرنجمتن، احرنجمتو، احرنجمنا، احرنجمنا. پس چند تا می شود؟ 14 صیغه. 14 صیغه معلومش. پس مجهولش کردن چی می شود؟ احرنجم. احرنجم. 14 صیغه مجهولش رو همچنین بگید، یگان تغییرات نیست. احرنجم، احرنجم، احرنجمو، احرنجمت، احرنجمتا، احرنجمنا، احرنجمت، احرنجمتم، احرنجمتم، احرنجمتو، احرنجمنا. 14 صیغه مجهولش. بعد از این در فعل چی میگذره؟ فعل مضارع. یحرنجمو، 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 یحرنجمو. یحرنجمو یعنی جمع می شود، جمع می شود در زمان آینده. پس 14 صیغه معلوم دارد. یحرنجمو، یحرنجمون، یحرنجمون، تحرنجمو، تحرنجمون، یحرنجمنا، تحرنجمو، تحرنجمون، تحرنجمون، تحرنجمین، تحرنجمون، تحرنجمنا، احرنجمو، نحرنجمو. 14 صیغه معلوم و مجهولش کرده چی می شود؟ یحرنجمو.
یحرنجمون تا آخرش خودتان بگوید. اسم فاعلش چی است؟ محرنجمون. محرنجمون. ببینید محرنجمون یک جمع کننده. محرنجمون. پس 6 صیغه دارد. شما خودتون بگید. محرنجمون، محرنجماتون، محرنجماتون. 6 صیغه اسم فاعل. اسم مفعولش چی بشود؟ محرنجمون یک چیزی جمع کرده شده. محرنجماتون. 6 صیغه اسم مفعول. پس فعل جهدش چی است؟ لم یحرنجم. لم یحرنجم یعنی جمع نشد در زمان گذشته. 14 صیغه معلوم و 14 صیغه مجهولش رو شما خودتون بگویید. پس فعل نفیش چی است؟ لا یحرنجم. یعنی جمع نمیشه در زمان آینده. 14 صیغه معلوم و 14 صیغه مجهولش رو بگویید. فعل امرش چی است؟ فعل امرش احرنجم. احرنجم یعنی جمع شو. جمع شو. پس 6 صیغه دارد. احرنجم، احرنجما، احرنجمو، احرنجمی، احرنجما، احرنجمنا. 6 صیغه فعل امر. فعل نهیش چی است؟ لا تحرنجم معناش جمع نشو. 8 صیغه معلوم دارد. لا تحرنجم، لا تحرنجما، لا تحرنجمو، لا تحرنجمی، لا تحرنجما، لا تحرنجمنا، ولا احرنجمو ولا نحرنجمو. لا احرنجم و لا نحرنجم. پس این فعل نهی معلومش است. و مجهولش لا تحرنجم. 14 صیغه دارد. شما خودتون بگویید. اسم زمان و مکانش به مثل چی است؟ اسم زمان و مکانش به مثل اسم مفعول هست. محرنجمون به مثل اسم مفعول هست که را شما خودتون میدانید یا که بارها تکرار کردیم که از غیر ثلاثی مجرد اسم زمان و مکان به مثل اسم مفعول میشد که نامش اسم مشترک است. اسم مشترک 4 چیز نمیگن. اسم مفعول 1، اسم زمان 2، اسم مکان 3، مصدر میمی 4. پس محرنجمون انا همین 4 چیز است که اسم مشترک است. چطور گفتیم؟ از سیاق جمله میفهمیم که کدام یکی از اینها هست. و اسم آلت چی؟ اسم آلت از این باب نمی آید. و اسم تفضیل همچنین از این باب نمی آید. پس اسم آلت، اسم تفضیل بارها تکرار کردیم که خاص باب ثلاثی مجرد است. از غیر باب ثلاثی مجرد اسم آلت، اسم تفضیل نمی آید. پس این هست درس 21 ما و شما و باب 21 از 22 باب صرفی. درس آینده انشاءالله باب 22 رو میگیریم. با همین این کتاب 22 باب صرفی به پایان میرسد و بعد از اون الله راضی باشد ما و شما کتاب صرفی میر را با کتاب آجرومیه الاجرومیه شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. و چطوری که درس گذشته قید کرده بودیم که وقتی کلمه ها حرفش زیاد که می شود عرب کم استفادهش میبرد. این کلمه ها را عرب همچنین کم استفاده میبرد. برای امو مثال های زیاد نمیاریم به مثل که در گذشته مثال های زیاد می آوردیم. عرب کم استفادهش میبرد و به همین سبب یک مثال قطعی، دو مثال قطعی کفایه میکنیم و با همین فهمیدن انشاءالله کفایه میکنیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.